الحمد لله رب العالمين، الصلاة على نبیه و آله الطاهرین. به همه حضار محترم، برادران و خواهران عزیز خوش آمد عرض میکنم و به خصوص به میهمانان جمهوری اسلامی، اساتید محترم، قرای محترم، حفاظ محترم که از کشورهای اسلامی برادر تشریف آوردند خوش آمد عرض میکنم. همچنین تشکر میکنم از فراهم آورندگان این مراسم پرشکوه و پرمعنا و پربرکت، چه مدیران اوقاف و مسئولان ذی‌ربط و چه برادران و اساتید و بزرگانی که در طول این چند روز مسابقات رو به بهترین وجهی اداره کردند و امیدواریم انشاءالله همه شماها به برکت قرآن مأجور باشید. زبان ما قاصر است از شکر نعمت اقبال به قرآن در کشور. بنده هر وقت مشاهده میکنم در خبرها یا در تلویزیون که جوانان ما در سراسر کشور به قرآن اقبال دارند، از ته دل خدای متعال رو شکرگزاری میکنم. نعمت بزرگی است. ما این نعمت رو و عظمت اون رو درک میکنیم که در دورانی دیدیم که در کشور ما حفظ قرآن و تلاوت قرآن رونقی نداشت. در دوران رژیم طاغوت علاقمندان به قرآن همه جا بودند، اما رونق و عمومیت و شیوع اقبال به قرآن در کشور وجود نداشت. امروز نگاه میکنیم به برکت جمهوری اسلامی، میبینیم جوانهای ما، مردان ما، زنان ما، نوجوانان ما به قرآن علاقه و گرایش نشان میدن، قرآن رو فرا میگیرند، تلاوت قرآن رو می آزمایند، قرآن رو حفظ میکنند. اینها البته هدفهای برتر و نهایی نیست. هدف نهایی فهم قرآن و عمل به قرآن است، اما اینها قدمهای لازم ابتدایی است. اگر قرآن در جامعه رواج پیدا کند، رونق پیدا کند، حفظ قرآن رایج بشود، انس با قرآن در بین اقشار مختلف جامعه رواج پیدا بکند، جامعه به عمل به قرآن نزدیک می شود. ما این رو می خواهیم. قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، تبیان است. قرآن با انسان حرف میزند، با دل انسان حرف میزنه، با باطن انسان حرف میزنه. با قرآن باید مانوس شد، به قرآن باید نزدیک شد. اولین بهره رو دل آماده و مستعد انسان میبره.
اگر دیدید دلتون به قرآن نزدیک است خدا رو شکر کنید. اگر دیدید معارف قرآنی رو با آسانی قبول میکنید و در دل میپذیرید و تحمل میکنید، بدانید که خدای متعال اراده کرده از شما رو هدایت کنه. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. خاصیت قرآن اینه اگر دل شما به قرآن نزدیک شد، اگر انس با قرآن پیدا کردید، بدانید خدای متعال اراده کرده شما را هدایت کنه و این بزرگترین نعمت الهی است. عزیزان من، امروز دنیای اسلام دچار گرفتاری های بزرگی است. میبینید، میشنوید، اطلاع دارید. بزرگترین گرفتاری دنیای اسلام این است که متوجه توطئه و دست خبیث دشمنان خود نیست. این یکی از بزرگترین یا بزرگترین گرفتاری دنیای اسلام. اون کسانی که با اسلام بدند، اون کسانی که نام اسلام اونها رو میرمانه، اون کسانی که حاضرند به خاطر حفظ متاع مادی خود با هر دعوت حقی مبارزه کنند و بجنگند و اسلام دعوت حقی است که به حق و عدل دعوت میکنه، اینا در دنیای اسلام بیکار نیستند، به خصوص بعد از پدید آمدن جمهوری اسلامی، بعد از آنی که در این نقطه حساس جغرافیای عالم نظامی بر اساس اسلام تشکیل شد، توطئه ها شدید شد، پیچیده شد. امروز توطئه ها از گذشته پیچیده تره. اینو باید همه بفهمن در دنیای اسلام. ما رو به جان هم میاندازن، برادران رو در مقابل هم قرار میدن. سیاست دشمنان اسلام این است که در کشورهای اسلامی، در میان جوامع اسلامی، در امت اسلامی برادرکشی و جنگ داخلی رو به نیابت از خودشون به راه بیاندازن، خودشون کنار بنشینن، شاهد این باشن که ما به جان هم افتادیم. خب اینجا باید دشمن رو شناخت، باید توطئه دشمن رو فهمید. این کمبود دنیای اسلامه. در میان امت اسلامی کسانی هستند که با دشمنان اسلام دست به دست میدهند برای مقابله با برادران مسلمان خودشون. اینو ما داریم امروز. با شیطان نزدیک میشوند برای اینکه با برادران مسلمان خودشون بجنگند و مبارزه کنند و مقابله کنند. کسانی هستند امروز حاضرند با رژیم صهیونیستی همکاری کنند برای اینکه برادر مسلمان خودشون رو به خاک بیاندازند. انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون المؤمنین و یحسبون انهم مهتدون. با شیطان میسازند، دست به دست هم میدن و گمان باطلشون این است که در راه هدایت دارن قدم برمیدارن. اینا معیارهای قرآنی است، اینا معیارهای روشنی است که قرآن در اختیار ما قرار میدهد. اینا رو باید بفهمیم. کی میتوانیم بفهمیم؟ وقتی با قرآن انس داشته باشیم، وقتی دل خودمون رو به روی قرآن باز کنیم. همه این مراسم مقدمه اینه.
به شما جوانان عزیز توصیه میکنم انستون رو با قرآن زیاد کنید. اون کسانی که با قرآن ارتباط پیدا کردند قدر این ارتباط رو بدانند. کسانی که قرآن رو حفظ کردند قدر این حفظ قرآن رو بدانند. این جواهر قیمتی رو برای خودشون نگه دارند. اون کسانی که با تلاوت قرآن مأنوسند این رشته مبارک را از دست ندند، رها نکنند. اون کسانی که با قرآن مرتبطند تدبر در قرآن را، تدبر در معانی قرآن را، تعمق در مفاهیم قرآنی را هدف خودشون قرار بدن. اینا چیزایی است که ما رو قدم به قدم به قرآن نزدیک میکنه. اگر با قرآن مأنوس شدیم، به قرآن نزدیک شدیم، مفاهیم قرآنی در دل ما توانست اثر بگذارد، اون وقت می توانیم امیدوار باشیم که امت اسلام عزت وعده داده شده از سوی خدای متعال را ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین، این عزت رو اون وقت خدا به امت اسلامی خواهد داد. اگر با قرآن مأنوس شدیم آثارش و برکاتش این هاست. بنده مجدداً از همه دستاندرکاران این مراسم تشکر میکنم، از اساتید، از شرکت کنندگان در مسابقه، از جوانان عزیز، از مدیران این مراسم زیبا و با شکوه و از مردمی که استقبال کردند از این مراسم. از همه اونها تشکر میکنم. امیدوارم که خداوند متعال همه شماها رو محفوظ بداره، باقی بداره و از مجری محترم و خوش زبان هم متشکریم که جلسه رو هم اینجا و هم ظاهرا در محل مراسم جلسه رو با زیبایی اداره کردن. و السلام علیکم و رحمت الله.